لقمه شیطان چیست؟ خوراک شیطان چیست؟ و شیطان کی قوتمند میشه و کی توانگر میشه؟ اولش میگم تونم لقمه شیطان خواهرهای به حجاب ما هستند که والله قسم به حجاب لقمه شیطان میشوند. قوتمندی و بازومندی شیطان کی پیدا میشود؟ وقتی که خواهرهای ما در خواب غفلت هستند، بیدار نیستن، از دین الله خبردار نیستن، انا همانگاه شیطان بالا و پرقوتتر میشود، قدرتمند میشود. خواهر عزیزم سخن از جانب الله به سوی تو دارم، خطاب از جانب الله به سوی تو دارم. الله تعالی حجاب برای تو فرض قرار دادگی. الله تعالی حجاب برای تو فرض قرار دادگی. الله تعالی گوشت خوک حرام قرار داد، استعمالش نمیکنی. میگم چرا استعمالش نمیکنی؟ میگه الله تعالی گوشت خوک حرام قرار دادگی. پس چرا الله تعالی به حجابی را حرام قرار داد؟ پس چرا تو به حجابی میکنی؟ خواهر عزیزم حجاب برای تو فرض است، والله تو به حجاب لقمه شیطان میشوی. پس کار نکن که اولین حجابی تو این کفنت باشه خواهر عزیزم.